close till I get up. Time is barely on our side. سلام دوستا و همراهای عزیز، خوش اومدید به یه ولاگ سفر دیگه. ما الان سوار هواپیما شدیم از مالاگا اسپانیا، داریم میریم به سمت لیسبون پرتغال. یه سفر 11 روزه در پیش داریم با یکی از مجلل‌ترین کشتی‌های کروز دنیا، MSC کروز. کشتی ما از لیسبون پرتغال حرکت میکنه و به چند تا شهر و کشور مختلف میخوایم بریم و حسابی خوش بگذرونیم. پس با ما هم سفر شین تا شما هم لذت ببریم. بزن بریم که سفر ما شروع شد. پورت لیسبون شدیم. سالن اصلی سالن چکین هستش. بهزاد رفته چکین کنه و کارت ورود به کشتی رو بگیره. لحظه که وارد شدیم رفتیم اونجا عکس گرفتیم و turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. خب دوستان، ما چکین کردیم، وارد کشتی شدیم، با آسانسور اومدیم طبقه 10 بریم اتاقمون، اتاق 1040 که همینجاست. کارتمون رو گذاشتم پشت در. Inform him that we do not receive the aroma yet. Sleep. Yeah, just give to him, huh? Jackie Chan. برنامه‌های دیلی پروگرام روزانه. این هم قسمت سرویس بهداشتی.
خب ما وسایلامون رو جابجا کردیم، بریم یه گشتی هم تو کشتی بزنیم ببینیم تو کشتی چه خبره. خب اومدیم دک 6 یا به قول خودمون طبقه 6م که اینجا آمفی‌تئاتر رو، بعد هر طبقه بار و رستوران برای خودش داره و هر طبقه چند تا بار و رستوران هست که شما میتونید بر اساس سلیقتون از هر کدوم از بار و رستوران ها استفاده کنید. اینم سوپر خانم خوشگل. بچه‌ها ما کشتی رو آل اینکلوسیو گرفتیم، بر اساس اون پروگرامی که داشتیم انتخاب کردیم و اینکه ما خب پول آل اینکلوسیو رو در واقع همون اول تو ورودی ما پرداخت میکنیم وقتی رزرو میکنیم. در نتیجه تو کشتی دیگه درگیر پرداخت نیستیم و هر چقدر بخوایم بخوریم و بنوشیم دیگه مجبور نیستیم بخوایم هی حساب بکنیم. در نتیجه یه جوری رایگان برامون حساب میشه تا طول سفر راحت هر چقدر میخوایم میتونیم از خدمات کشتی به صورت رایگان استفاده بکنیم. البته هر تور و هر کشتی با هم دیگه متفاوته. حالا توی برنامه اگه وقت کنم براتون کامل توضیح میدم. دوستان طبقه 6 و 7 کشتی‌های MSC قسمت شاپینگ و پر فروشگاه‌ها و برندها و مارک‌های مختلف هست که شما میتونید پوشاک و جواهرات و اتکلون و اکسسوریز و خیلی چیزهای دیگر رو خرید بکنید به صورت تکس فری که این هم یک بخش لذت بخش سفر با کشتی‌های کروز هست. دوستان سفر با کشتی‌های کروز این حسن رو داره که شما شبا رو دریایید و هر روز میرسید به یه شهر یا یه کشور جدید که میتونید تو روز از کشتی پیاده بشید و از اون شهر بازدید بکنید و شب برگردید به کشتی. توی کروز مثل یه هتل 5 ستاره است با کلی امکانات و برنامه‌ها و تفریحات ویژه‌ای که تو اون کشتی براتون در نظر گرفته شده که میتونید از اون برنامه‌ها روزانه استفاده بکنید که به صورت یه سری مجله‌های دیلی پروگرام هر روز در اتاقتون قرار میدن. اینجا هم کازینوه که به صورت 24 ساعته بازه و دوستداران قمار و بازی‌های کازینو میتونن از اینجا استفاده بکنن. البته تو ورودی باید شما یه کارتی شارژ بکنید، ژتون بگیرید تا بتونید از دستگاه‌ها و برنامه‌های توی کازینو استفاده بکنید. توی کشتی سالن آمفی‌تئاتر اصلی وجود داره که هر شب برنامه‌های مختلف اونجا هم شو، دنس و موزیک داره که باز این هم توی برنامه دیلی پروگرام به شما اعلام میکنن که هر روز چه برنامه‌ای وجود داره. و البته یه رسم جالبی که تو کشتی کروز هست که هر روز یه تمی برای خودش داره. تم لباس داره که شما بر اساس اون روز و اون تم لباسی پوشید و تیپ میزنید میاد و این هم یک چالش جذاب سفر با کشتی کروز هست.
هر طبقه از کشتی تعدادی عکاس شما میبینید که دوربین به دست و منتظر هستن که از شما عکس بگیرن. تعداد عکسایی که شما اونجا میگیرید هر شب میتونید وارد آتلیه کشتی بشید و عکسایی که شب قبلش گرفتید رو اونجا ببینید. در صورتی که تمایل دارید از اونا بخواید که برای شما آلبوم کنن و به شما تحویل بدن. البته که در مقابل این مسئله حتما باید پولش رو پرداخت کنید. آقای قشنگی هم هست. صبر چیزی خب بریم بیرون هم بهتون نشون بدم. اینجا طبقه دوم عرشه کشتی از کشتی 3 طبقه عرشه داره. این طبقه دوم عرشه هست که هر طبقه از عرشه برای خودش استخر و جکوزی داره. اینجا خیلی هم میان اینجوری تخت میذارن و آفتاب میگیرن و از ویو دریا لذت میبرن. بریم طبقه 3 عرشه که اونجا هم در واقع برای خودش استخر و جکوزی و کلاب و زمین گلف و بقیه چیزا رو داره. بریم به چرخی هم اونجا بزنیم. یه نکته دیگه که باید اضافه بکنم، توی عرشه کشتی شما استخر و جکوزی به صورت عمومی دارید که همه میان استفاده میکنن، ولی ما طبق عادت همیشگی که با کشتی کروز سفر میکنیم میایم یه پکیجی هست به اسم آورا، اونو بوک میکنیم که البته خب هزینهش به مراتب گرونتره ولی خیلی ارزشش رو داره، چون به صورت پرایوت از استخر و سونا و جکوزی و ماساژ و کلاب کنار استخر و اینا به صورت خصوصی استفاده میکنیم و این هم آرامش بیشتری داره هم لذت بیشتری داره.
خب برای دوستایی که میخوان بدونن، این سفر ما 11 روز و 10 شبه که از لیسبون پرتغال شروع شد. امروز رو دریا خواهیم بود، فردا میرسیم تو اسپانیا، شهر آلیکانته، و بعد از اونجا به سمت شهر دیگه اسپانیا، شهر ماهون میرسیم، و از اونجا میریم به سمت ایتالیا، شهر اولیبیا رو میبینیم. بعد میریم به سمت جنوا رو گشت و گذار خواهیم کرد، و از اونجا میریم به سمت کشور فرانسه، شهر مارسی. روز بعدش رو دریا خواهیم بود و از اونجا برمیگردیم به سمت اسپانیا، شهر مالاگا، و بعد میریم شهر کادیز و برمیگردیم به شهر لیسبون پرتغال که اونجا دیگه روز آخره و باید از کشتی خداحافظی بکنیم که خیلی سخت. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. خب داریم میریم به سمت اتاق یکم استراحت کنیم و لباس عوض کنیم، بریم برای غذا و بعدش هم برنامه‌های بعد از ظهر شروع میشه که برسیم به برنامه‌های بعد از ظهر. Till my shadow turns to sun rays, and on